اگه اومدی تو این ویدیو یا افسردگی داری یا فکر میکنی که افسردگی داری. من خودم قبلا فکر کردم افسردگی الکیه، به اون آدمای تنبل و کسایی که میخوان ترحم بخرنه که از خودشون الکی ناراحت نشون میدن، تا وقتی که خودم گرفتم و بدون تراپی و دارو درمانش کردم. این حرفایی که میزنم بر اساس علم پزشکیه و تجربیات شخصیم. بعدش هم این که من سام شه بودم، دندون پزشکی خوندم، ولی علاقه‌مند به بحث‌های روانشناسی و داروسازی ام. اصلا همراه باش. اول انواع افسردگی رو میگم که ببینید تو کدوم کاتگوری. ببین افسردگی اساسی 2 هفته طول میکشه به خاطر غم از دست دادن عزیزا یا اتفاق بدی تو زندگی افتاده، استرس ناگهانی. افسردگی مداوم 2 سال طول میکشه ولی علائمش از اولی کمتره. افسردگی 2 قطبی یه روز حالت خیلی خوبه، یه روز بده، یه روز خوبی، یه روز بدی. افسردگی فصلی به خاطر پاییز و زمستونه که نور خورشید کم شده. افسردگی پس از زایمان که معلومه به خاطر تغییرات هورمونیه. افسردگی پیش از قاعدگی بازم به خاطر تغییرات هورمونیه. افسردگی آتیپیک که علتش معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. بدون افسردگی موقعیتی، مثلا توی شرایط استرس‌زا قرار گرفتی، یهو مکانت عوض شده. بدون افسردگی روانپریشی که اصلا از کاتگوری خارجه، بعد برید پیش روانپزشک. ببین اگه این نشونه‌ها رو داشته باشی یعنی افسردگی داری. توی 3 دسته اصلی نشونه‌هاش قرار میگیرن: روانی، احساسی، جسمی یا رفتاری اجتماعی. توی احساسی روانی ناامیدی، حالت بده، ناراحتی، از فعالیت روزمره لذت نمیبری، احساس گناه و بی‌ارزشی میکنی، اضطراب و استرس داری، درست تصمیم نمیگیری، تمرکزم خوب نمیکنی و با آسیب زدن به خودت فکر میکنی. علائم جسمیش یهو اشتهات کم یا زیاد میشه، وزنت بالا یا پایین میادش، بیخوابی بیش از حد یا کم داری، همش خسته یا کمبود انرژی داری، یا دردایی مثل سردرد و کمردرد و مشکلات گوارشی عمدشه. علائم رفتاری اجتماعی اینکه از خانواده و دوستات کناره میگیری، تو کار و تحصیلت افت میکنی، وظایف و مسئولیتاتو نمیخوای انجام بدی، یا الکل و مواد مخدر و سیگار بیش از اندازه مصرف میکنی و کلا بی‌حوصله‌ای برای انجام کارهای روزمرت. ببین برای اینکه افسردگی رو بفهمی، نحوه عملکردش چجوریه و چیزایی که تو ویدیو توضیح میدم و بهتر بفهمی، یه ذره بیولوژیشو برات توضیح میدم. 3 تا مولکول اصلی هستن تو بدن که واسه افسردگی میشن: نورپینفرین، دوپامین، سروتونین. این 3 تا اگه کم باشه باعث افسردگی میشه. داروها و انواع فعالیتایی که توضیح میدم میاد روی این 3 تا اثر میکنه. ببین یه سری افسردگی‌ها بر اساس یه سری کمبودا توی بدنه، اصلا جسمانیه. اگه اینا رو درمان کنی اصلا لازم نیست بقیه ویدیو رو ببینی. میری تست میدی، تست خون، هورمونای تیروئیدی و کورتیزولتو چک میکنی. بالا پایین شدن اینا تغییرات خلق و خو میاره. میری چک میکنی تو بدن چه آمینو اسیدها، چه مینرالا و چه ویتامینایی کمه. کمبود اینا باعث افسردگی میشه خودش. و اینکه میری عوارض داروهایی که مصرف میکنی رو میبینی. مثلا داروهایی که فشار خون رو میاره پایین، نورپینفرین هم میاره تو بدن پایین. شاید عوارض اونا باشه. بهت یه سری راهکار، روتین روزانه و مکمل غذایی میگم تا خودت رو بهتر درمان کنی. برای روتین صبحانت وقتی از خواب بیدار میشی، ببین تو یه ساعت اول نه دست به گوشی میزنی، نه میری سراغ اخبار. از اول صبح میخوای یه سری چیز میز بکنن تو مغزت، بقیه برات تصمیم بگیرن. بعدش هم به چیزای خوبی که داری فقط فکر میکنی. نمیدونم به چیزای منفی و به اینکه قرار چه آدم بهتری باشی، چیزایی که داری، چیزای خوبت، قدرشناس باش. بعدش هم افسردگی از مغز میاد. باید با مغز و فکرت هم درمانش کنی. یه دوش آب سرد میگیری. دوش آب سرد اثبات شده که دوپامین و نورپینفرین رو تو بدنت میره بالا. صبحانه خوب با کربوهیدرات زیاد میخوری. به خودت میرسی، روتین پوستی داری رعایتش میکنی، ریش سیبیلات در اومده میزنی، موهاتو درست میکنی، بهترین لباستو میپوشی. ببین مهمترین چیز اینه که از خودت راضی باشی. از خودت راضی باشی، بیرون میری، کاراتو درست انجام میدی، افسردگی علائمش کمتر میشه، شادتری، میری با دوستات اصلا اجتماعی میشی. خود اجتماعی بودن باعث درمان افسردگی میشه. رژیم غذایی درست. ببین رژیم غذایی باید حتما توش کربوهیدرات داشته باشه. رژیمایی مثل کیتو رو نمیگیری. اثبات شده که کمبود کربوهیدرات تو بدن میتونه باعث افسردگی بشه. قند و شکر مصرف نمی‌کنی. غذای فرآوری شده رو میذاری کنار. سبزیجات و میوه و اینجور چیزا مصرف می‌کنی. بعد یه بالانس درست بین کربوهیدرات و پروتئین و چربی داشته باشی. و غذاهایی که پروتئینشون زیاده مثل گوشت، ماهی، مرغ، اینا رو مصرف میکنی. آمینو اسیدای ضروری توش باعث میشه که افسردگی رو درمان کنن و کمبودش هم حتی باعث افسردگی میشه. یه تایمی از روزت هم اختصاص میدی به علایق و سلایقت و ریلکسیشن و مدیتیشن. پیانو بوده پیانو میزدی، نمیدونم نقاشی بوده نقاشی میکنی، گیم بوده گیم میزنی. اینو واقعا بوده تو بهتر میکنن. حتما از خونه بنداز برو بیرون. با دوستات برو بیرون. باشون صحبت کن. آدم اجتماعی باش. کلا آدم دوست و رفیق داشته باشه هم میره تفریح میکنه. ما موجودات اجتماعی هستیم. سطح دوپامین بدن رو میبره بالا، سروتونین هم میبره بالا
دیگه پشت تلفنم شده باشون در ارتباط باش، بهشون زنگ بزن، باشون بنداز برو بیرون حتما، ولی از خونه برو بیرون. دوست داری اصلا تکی هم شده برو پارک، برو نمیدونم وسط طبیعت، ولی از خونه برو بیرون. بریم سراغ مکمل‌های غذایی. ببین مهمترینشون امگا 3، روزی 1 گرم بعد مصرف کنی. حتی اثبات شده بعضی موقع میتونه جایی بعضی از داروی افسردگی رو بگیره یا همراه داروی افسردگی دیگه میتونی بخوریش، دوز داروی افسردگی تو بیاره پایین‌تر. یه سری مینرال و مواد معدنی هم هستن مثل زینک، خود امگا 3، منیزیم، ویتامین گروه B، D، انواع ویتامین‌ها، یه سری هم چیزای داروی گیاهی هستن، آشواگاندا و جنسینگ، کورتیزول و استرس و خستگی تو میارن پایین، زعفرون سروتونین رو میاره بالا، گلگاو زبان باعث میشه بهتر بخوابی و آرامش بهت میده، پروبیوتیکات توی ماست و پنیر و اینجور چیزا هستش. یک سری هم آمینو اسید که توی مکملش از قرصاش داروخانه میتونید بخرید، تریپتوفان، التایروفان، تیروزین، گلوتامین که با پیشساز گاباه، متیونین، گلایسین و آرژنین. کراتین، همه فکر می‌کنن که کراتین فقط یه ماده ورزشیه میخورن و باهاش ورزش کنی هیکلت بهتر میشه. علاوه بر این که هیکلت رو بهتر میکنه، اعتماد به نفست میره بالا، ثابت شده توی قدم مغز فسفوکراتین مصرف میشه، مودت رو بهتر میکنه، افسردگی رو کمتر. خب 1 ساعت قبل خواب اصلا گوشی رو میذاری کنار، بلو لایت توی گوشی باعث میشه که خوابت به هم بریزه. اصلا به گوشی رو میذاری کنار، نمیری تو گوشی، نهایت میری یه کتابی میگیری میخونی، غذای سبک میخوری قبل خوابت. دیگه جونم بگه برات 8 ساعت خوابتو میخوابی یا متناسب با نیاز روزانه بدنت، ولی اونطوری نباشه وسط روز بگیری بخوابی که از زیر کارمارات در بری. متناسب بخوره، یه ذره خسته شدی یه نیم ساعت روز میگیری میخوابی و رببه. امیدوارم ویدیو بهت کمک کرده باشه. لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب یادت نره، کامنت انگلیسی بذار و اگه مشکلت حاده حتما پیش روانشناس یا روانپزشک برو. چکس.